دوستان عزیز، در مورد آب زمزم که شریفترین آب دنیاست، مفیدترین آب عالم است و خیلی برکات و فضائل زیاد دارد، در مورد نوشیدن آب زمزم حدیث مبارک از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده. در مورد حدیث البته علما حرفی دارند، بحثی هست، اما محدثان بزرگواری همچون ابن حجر و ابن همام و امام منذری و دیگران حدیث را حسن گفتند، یعنی حدیث مقبول و میتوان مورد استدلال قرار گیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ماء زمزم لما شرب له، یعنی به هنگام آب زمزم شخص هر نیت نیکی کند، چه نیت های دنیوی چه اخروی، تحقق می‌یابد. بنابراین امام بزرگوار عبدالله ابن مبارک گفتند پروردگارا، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چون حدیث وارد شده، بنابراین من این آب را اشربه لعطش یوم القیامه، به امیدی که در روز قیامت تشنه نمانم می نوشم. مادام هر نیتی در نوشیدن آب زمزم تحقق یابد، من این نیت را می کنم. گفته نوشیدن.